سامی آیسی هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. موضوع این ویدیو پارت 2 گیم. آقا خیلی خوش اومدید به پارت 2 موضوعات زندگی من در واقع که موضوع اول امیدوارم که دیده باشید، پارت 1 بود. اگر ندیدید این بالا فکر میکنم اینجاها یا اینجاها لینکش بیاد، میتونید اول برید اون پارت رو ببینید که اون در واقع این ویدیو در واقع ادامه اون ویدیو هست. پس پارت 2 راجع به گیمه. بزن بریم. Let's go. طبق معمول من توی این دفتره که پارت اولم دیدید من این موضوعات رو نوشتم که چه چیزایی رو راجع به چه چیزایی قرار صحبت بکنم یادم نره. خب راجع به گیم قرار صحبت بکنیم. علاقه طبیعی همه بچه‌ها از روزی که در واقع با تکنولوژی، با تلویزیون، با کنسول‌های بازی، پلی استیشن، نینتندو، ایکس باکس، پی سی و کنسول‌های مختلف سگا و بازیه که در واقع باشون آشنا میشیم. یادم روزی اولی که پلی استیشن گرفتم برای اولین بار، یعنی همون PS1، دنیایی از غرق شده بودم، یعنی تو پوست خودم نمی گنجیدم و انقدر برای من شادی آور و من انقدر اون روز غرق شادی بودم که PS1 گرفته بودم، اصلا انگار یک دنیایی رو به من دادن. و در واقع خودتون میدونید دیگه، وقتی که ما از مدرسه بعد از اینکه می اومدیم یا PS1 یا PS2 رو وقتی که داشتیم روشن میکردیم و میرفتیم توی اون دنیای گیم، کلا غرق اون بازی میشدیم. حالا هر بازی که بهش علاقه داشتیم غرق اون بازی میشدیم و کلا میرفتیم سمت اون دنیا و در واقع قلب و روح و چشمون اکلیلی میشد و انقدر برای ما اون روزگارها خوش بود و دغدغه‌ای نداشتیم و خیلی برای ما زندگی شیرین تر بود که خیلی اتفاقا اون روزها، اون زندگی که داشتیم برای ما شیرین بود و کوچکترین دغدغه‌مون این بود که مدرسه زود تعطیل بشه و بیایم سریع خونه و بازی بکنیم و تابستون‌هایی که در واقع رفت و اومد و ما بزرگ شدیم و تو کوچه ها بازی میکردیم، توی دنیای خودمون اصلا غرق بودیم و واقعا زیبا بود اون روزها. خب من به چه بازی‌های علاقه بیشتر داشتم و چی بیشتر بازی میکردم؟ PS1 و PS2 در واقع خیلی بازی داشت و یادمه یک جعبه داشتم که پر از سیدی‌های مختلف PS1 و PS2 بود که اتفاقا این دوتا به هم دیگه میخوردن سیدی‌هاش و بیشترشون میومد روی PS2 و ورزشی بود، اکشن بود، ماجراجویی بود، همه جور بازی بود. کراش بود، نید فور اسپید بود، قارچ‌خور به یاد موندنی بود. اون لوک خوششانس بود که من هیچ وقت نتونستم از اون مرحله‌اش رد بشم. تیکن بود، گاد آف وار بود، رزیدنت ایول بود، پلنگ صورتی، اصلا دنیایی از گیم های مختلف و چقدر در واقع اون دنیای PS1 و PS2 چقدر گیماش تنوع داشت و بیش از چه میدونم 1000 جور بازی بود و واقعا با هر کدومشون عشق میکردی. GTA سان آندریاس که ما باهاش تو خیابونای لس آنجلس و کالیفرنیا کلا بزرگ شدیم توی اون خیابونا، یعنی ما شهر خودمون انقدر بلد نیستیم که خیابونای سان آندریاس رو بلدیم. و یادمه وقتی که چراغای اتاقمو خاموش میکردم غرق GTA سان آندریاس میشدم که انقدر برای من شیرین بود و خیلی برای من جذاب و نوستالژی بود. Oh shit. Here we go again. چی شد که اصلا گیم برای من پررنگتر شد؟ خب این هم مثل پارت قبلی که توی دوران هنرستان یوتیوب برای من پررنگتر شد، تو همین مقطع گیم هم برای من پررنگتر شد که البته به واسطه یوتیوب و آریاکی اکسر در واقع گیم های مختلفی میذاشت و واکتوروش رو میرفت. من بعضی ها رو نگاه میکردم، بعضی ها رو نگاه نمیکردم و خیلی 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 اتفاقی، یعنی دنیای من، نگاه من نسبت به راجع به دنیای گیم و کلا یه جوری میشه گفت زندگی من رو عوض کرد. یهو دیدم که آریاکی اکسر واکتوری مثلا دلستافاز پارت 2 رو گذاشته. اصلا هم راجع به دلستافاز نمیدونستم چه گیمیه و اصلا چه جوری گیمیه، یعنی سبای از این که من پارت 1 رو ندیده بودم ندیده داشتم میرفتم سراغ پارت 2 با گیم های مختلفی مثل گاد آف وار، GTA، رزیدنت ایول، اساسینز کرید و خیلی بازی دیگه آشنا بودم
و نسخه‌های مختلفش رو دیده بودم. گاد آف وار که کلا یک دنیایی بود که من 10 بار گاد آف وار 2 رو در واقع توی PS2 تمام کردم. انقدر این بازی برای من زیبا بود و مطمئنا نوستالژی کودکی شما هم بود. روزی که آریا در واقع واکثوری لاست آف اس 2 رو گذاشت و من نگاه کردم، این دیدنه و این نگاه کردن نسبت به این بازی خیلی برای من متفاوت بود. یعنی هیچ گیمی منو اون اینقدر دیگه جذب نمی‌کرد. یعنی چرا علاقه داشتم، دوست داشتم و بازی مختلف رو یه مقدار فن بودم، اما این یکی برای من خیلی فرق می‌کرد. و بعد از اینکه این بازی رو تمام کرد جوری بود که من اینجوری بودم که گفتم خدایا چی میشه یه روزی من PS4 رو بگیرم و این بازی رو بازی کنم. و بعد از اون حدود 1 سال بعد من PS4 گرفتم فقط به عشق لاست آف اس 2. یعنی بعد از اونی که من لاست آف اس 2 رو دیدم، لاست آف اس 1 رو هم رفتم واکتورش رو دیدم و بیشتر با این گیم آشنا شدم و با خدای خودم گفتم که من یک روزی PS4 میگیرم و این بازی پر افتخار رو برای خودم میگیرم و بازی میکنم. و یادم روزی که PS4 گرفتم انقدر هول بودم که اصلا نمیدونستم کدوم سیمو به هم دیگه بزنم که من فقط دوست داشتم برم این بازی رو استارت بزنم. وقتی که این بازی رو دیدم و بازی کردم کلا دیدم رو نسبت به دنیای گیم عوض کرد. یعنی رفتم به سراغ گیم های دیگه، علاقه زیادی به گیم های دیگه پیدا کردم و اصلا کلا دنیای زندگی من رو تغییر داد. شما خودتون قطعا بازی کردید، با گیم پلی این بازی حال کردید، گرافیک فوق العاده ای که این بازی داره، داستان بازی که در واقع این 2 تا پارت دارن، احساس، غم و غصه، انتقام، موضوعی که در واقع این بازی داشت، یعنی اون حس و حالی که داشت تو اون مقطعی که داشتم در واقع زندگی میکردم خیلی برای من بیشتر به دلم میچسبید. شاید چه میدونم 4 سال دیگه با این گیم آشنا میشدم اینجوری نبود، شاید همین الان شاید با این گیم آشنا میشدم اینجوری نبود. شما نگاه بکنید، داستان خفن، گرافیک خفن، گیم پلی خفن، حس انتقام، احساس، غم و غصه و اون چاشنی که در واقع توی یک بازی میتونی پیدا بکنی، یک تکامل حس واقعی توی این بازی رو میتونی پیدا بکنی و بگی که این یک بازی کامله. بعد قطعا تویی که این گیم رو رفتی قطعا با من موافقی. و از موسیقی این بازی نگم که دنیای زیبایی برای من ساخت. اصلا و شاید اصلا باورتون نشه من جفت این بازی ها رو 8 بار تمام کردم، یعنی پارت 1 و پارت 2 رو. و حتی پیرن من هم الی اصلا ولم کن. اگر کنسول دارید، اگر شرایط بازی کردن دارید و اگر وقتش رو دارید و شرایطتون براش مهیاست، قطعا این گیم رو پارت 1 رو و پارت 2 رو برای 1 بار هم که شده برید و مطمئنا خوشتون میاد. سریالش هم که درست کردن فکر میکنم پارسال یا 2 سال پیش، فکر میکنم 2 سال پیش که پارت 1 رو درست کردن، پارت 2 رو هم درست کردن که تا چند وقت دیگه میاد. شاید باورتون نشه ولی من حتی اسکین PS4 هم لاست آف اس و همش هم پارت 2 نمیدونم چرا و هیچ وقت پارت 1 رو گیر نیاوردم عکس جول روش باشه. کلن به گیم خیلی بیشتر علاقه‌مند شدم و تبر داشتم کریتوس که اگه کامنت نذاری با همین سلاخیت میکنم. با گیم های مختلف من کلن عشق کردم. لاست آف اس که اصلا کلن فنشم، گاد آف وار، گوستاف سوشیما، اسپایدرمن مایلز مورالز که اصلا فوق العاده بود. اصلا یادم رفت اسپایدرمن رو بگم توی اون دنیای گیمی که در واقع تو بچگی داشتم انقدر گیم بود که اصلا یادم نمیمونه خیلی چیزا، خیلی از بازی‌ها. اگر بازی‌های دیگر رو میدونید حتما کامنت بذارید. منو نگاه چه سوء استفاده میکنم. بذارید دیگه، کمک میکنه. بذارید. منو نگاه کن، منو بذار. فیفا و پی اس هم که در واقع بازی قدیمی این نسل هستن، در واقع نسل گیم که وقتایی که چیل میخوای بکنی و اینا خیلی حال میده. پی اس که کلا
به فنا رفته که در واقع اسمش شده ای فوتبال جدیدن. فیفا هم که شده FC و روزهایی که ممکنه اگر بیکار باشم بازی میکنم و خیلی حال میده و همین باعث شد که من هم سمت گیم بیام هم سمت یوتیوب بیام و این دوتا موضوع رو برای خودم داشته باشم که در آینده نه چندان دور هم گیم بزنم و اگر استقبال بکنید چرا که نه، از همین فردا ما شروع میکنیم گیم هم میزنیم و اگر کامنت ها استقبال بشه، اگر دوست داشته باشید قطعا گیم هم خواهیم زد. و یه چیز دیگه ای هم که هست این بود که توی کانتنت در واقع یوتیوب فارسی کمتر کسی در واقع مثل آریا گیم رو دنبال میکرد و گیم های مختلف رو در واقع واکتورش رو میذاشت و خیلی اتفاقا این جالب بود برای من که آریا تنها کسیه که داره به طور حرفه‌ای این کار رو انجام میده و بیشتر این کارا رو دنبال میکنه که به همین واسطه در واقع من خیلی بیشتر با گیم هم آشنا شدم. شاید هم اگر آریا کوکسر هم مثل یوتیوبرهای دیگه دلی گیم میذاش یا خیلی کم میذاش شاید اصلا به سمت گیم هم نمی اومدم. توی زندگی در واقع اتفاقاتی میفته، چه خوب چه بد، یا ازش درس میگیری یا ازش تجربه کسب میکنی یا بار آموزشی برات داره یا اتفاقی تو اون لحظه برات میفته یا تو اون لحظه یا 1 سال دیگه 2 سال دیگه 6 ماه دیگه اتفاقی برات میفته که ممکنه مسیر زندگی تو کلا عوض بکنه. شاید اگر یوتیوب وجود نداشت، شاید اگر آریا کوکسر نبود و اون هم به یوتیوب علاقه‌مند نمیشد یا لستافاز هیچ وقت ساخته نمیشد، شاید از این بیشتر من سمت گیم نمیرفتم. شاید اگر یوتیوب فارسی وجود نداشت من هیچ وقت نمی اومدم سمت یوتیوب، شاید میرفتم پی همون موسیقی و اون رو دنبال میکردم، شاید عکاسی، نمیدونم. ولی میدونم هر اتفاقی که توی زندگیت بیفته، چه بدش چه خوبش، چه به نفعت باشه چه به ضررت، این مهمه که تو راه خودت رو بری و هدفت رو انتخاب بکنی و روی همون متمرکز بشی و مرغت یه پا داشته باشه و همون رو دنبال بکنی و مطمئن باش که موفق میشی، چون این راهیه که تو انتخاب کردی و هدفیه که بهش علاقه‌مندی و تا پیش رو نکنی و توش موفق نشی ولکنش نیستی، ولکن این صندلی نیستی. امیدوارم که این موضوعاتی رو که در واقع گفتم شاید 1% به دردتون بخوره، شاید یک مقدار کمکی بکنه برای اینکه بار آموزشی براتون داشته باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و سامی آیسی اینجاست که این خانواده رو پررنگ و پررنگتر بکنه و با هم یه خانواده‌ای بسازیم که توپ هم تکونش نده. بچه‌ها کامنت بذارید، کامنت به من خیلی کمک میکنه که به چیا علاقه‌مندین، به چه موضوعاتی علاقه‌مندین، حتی از موضوعاتی که تا الان ساختم اگر خوشتون نیومده حتما به من بگید و راجع به موضوعاتی که در واقع دوست دارید و علاقه دارید قطعا اون چیزایی رو که بنویسید و بتونم قطعا اجرا میکنم و سعی میکنم که به نحو احسن براتون اجرا بکنم، چه گیم، چه ویدیوهای ترسناک، چه خنده‌دار و کانتنت های دیگه. پس تا ویدیوهای دیگه، پیس. یوتیوبر افسانی با انرژی و شوق بی نهایت، شبا رو بیداریم تا که بشیم یوتیوبرهای شجاعت.